السلام عليكم. تعليم الفارسية مع ممد. يادگیری فارسي با ممد. إخوان، اليوم راح نتعلم اللغة الفارسية من القصص. تابعوا وياي، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ممد صلاح في اليوتيوب. إخوان، أول مرحلة أني بس أقرأ القصة بالفارسية مرتين، بالفارسية أقرأ القصة، وبعدين راح أترجمه إليكم. پسری با دوچرخه‌اش به پیرزنی زد و به جای اینکه از اون عذرخواهی کنه و کمکش کنه، از جای خودش بلند شد و شروع کرد به مسخره کردن. بعد راهش رو ادامه داد، ولی پیرزن اون رو صدا کرد و گفت چیزی ازت افتاد. پسره برگشت و شروع کرد به گشتن، ولی چیزی رو پیدا نکرد. پسری با دوچرخه‌اش به پیرزنی زد و به جای اینکه از اون عذرخواهی کنه و کمکش کنه، از جای خودش بلند شد و شروع کرد به مسخره کردن. بعد راهش رو ادامه داد، ولی پیرزن اون رو صدا کرد و گفت چیزی ازت افتاد. پسره برگشت و شروع کرد به گشتن، ولی چیزی رو پیدا نکرد. پسری با دوچرخه‌اش به پیرزنی زد، یعنی صدم شاب بدراجته امرأة عجوز، و به جای اینکه از اون عذرخواهی کنه و کمکش کنه و بدلا ان یساعدها و یعتذر منها، از جای خودش بلند شد و شروع کرد به مسخره کردن. یعنی الولد نهض من مكانه و بدأ یستسخر من العجوزه. بعد راهش رو ادامه داد، یعنی ثم استأنف سیره او مسیره. ولی پیرزن اون را صدا کرد و گفت چیزی ازت افتاد. ولكن العجوز نادته قائلا لقد سقط منك شيء. پسره برگشت و شروع کرد به گشتن، ولی چیزی رو پیدا نکرد. یعنی فعاد شاب يبحث ولكن لم يجد شيئا. پیرزن گفت زیاد نگرد، جوانمردیت افتاد و هرگز اون رو پیدا نمی کنی. دنیا ارزشی نداره اگر خالی از ادب، سلیقه و احترام باشه. پیرزن گفت زیاد نگرد، جوانمردیت افتاد و هرگز اون رو پیدا نمی کنی. دنیا ارزشی نداره اگه خالی از ادب، سلیقه و احترام باشه. پیرزن گفت زیاد نگرد. قالت العجوز لا تبحث كثيرا. جوانمردیت افتاد و هرگز اون رو پیدا نمی کنی. لقد سقطت منك الرجولة ولن تجده ابدا. دنیا ارزشی نداره. الحياة ليس لها قيمة. اگر خالی از ادب، سلیقه و احترام باشه. يعني إذا تجردت من الأدب والذوق والاحترام. إخواني، للمزيد من الفيديوهات التعليمية باللغة الفارسية تابعوا قناتي ممد صلاح على يوتيوب.